نشدنی هام رو برام شدنی کرد. یعنی نه دکتر روانشناس نه هیچ کسی خوشنویسی این کارو کرد. آره این مشقی که شما این زحمت، این تمایل به رسیدن به مراحل مثلا بالاتر و این تحمل رنجی که شما باید باش کنار بیای و این برام خیلی محترم بود که تنها هنریه که به گفته خیلی ها میگن مثلا این یه مقدار فنه، شما با تمرین مثلا میتونی بهش برسی. اصلا اینجوری نیست. از چه سالی مردم با مهدی خاطره دارن؟ حمید عزیز، مهدی با اجرا شروع کرد. بله. یک صورتی داشت مثل ماه در کودکی. دعای ما رو بکنید که خدا کمکم کنه که بتونم از راه دیگه نونمو در بیارم. واقعا دیگه بابت غم نان مجبور به خیلی پذیرفتن حالا قصه هایی که دوست ندارم.